سلام به هنرجوهای دوره پیشرفته خوب و عزیز من. این نوت رو واسه شما می نوازم. لطف کنین گوش کنین، نگاه کنین. اگه میتونین نوت رو بنویسین، بنوازین و برای من بیارین. هر هنرجویی که مسلط باشین نوت درست بنویسه و بنوازه تو جلسه کلاس من یک جلسه به طور رایگان میتونه شرکت کنه. پس با ما همراه باشین. و اونایی که برای اولین بار ویدیوی ما رو تماشا میکنن یادتون باشه که به چنل ما مشترک بشین، ویدیو و آموزش های ما رو ببینین، با ما همراه باشین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خدمت شما عرض کنم سر نفس یعنی زمانی که دف بالا و پایین میره و بخوایم یه ریتمی رو با نفس بزنیم. نفس به صداهای زنجیر داخل دف نفس میگیم. دفمون یه کوچولو کج میکنیم به طرف جلو، زنجیر به پوست دف میچسبه، دستمون بالا پایین میره با حرکت ارتحابی دستمون که ضربه میزنی به دستمون. صدای دف، صداهای زنجیر دف در میاد. به این میگیم نفس. حالا که دارید دست بالا پایین میره بتونید ضربه هم بزنید. حالا چیکار کنیم که چپ رو بزنیم سر نفس؟ مثلا میخوام بزنم تم بچه. موقعی که تم میخواد بیاد ضربه رو تم بخوره با نفس، دف میره بالا میاد، تممو میزنم. دف داره میره بالا میخواد بکمو میزنم. اما چپ همون زمانی که دستم میره بالا چپ میخوره، یعنی همراه با نفس دستم میره بالا چپ بالا میخوره. وقتی میاد پایین صدای نفسش میاد. چپ بالا میخوره، اما سری که دف میاد پایین صدای نفس رو با چپ ما متوجه میشه. تو ریتمی که الان برای شما زدم یه نفس خالی داشتیم و تا چپ که میره بالا. میزان اول تون بر چپ 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 تون بر چپ نفس چپ چپ. دستم که میره بالا دوتا چپ ها میخوره. اینم یه نکته کوتاهی بود که تا بتونین این نوت رو خوب یاد بگیرین و بنوازین.